بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم، بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید و الهی که ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرموده باشید و از این به بعد هم همینطور برای خدمتگزاران خودتون در برنامه یاد خدا شبکه قرآن سیما دعا بکنید که انشالله بتونیم اونطور که شایسته و بایسته هست و در شأن شما هست ما بتونیم خدمت بکنیم در این برنامه. با این امید و آرزو از شما دعوت میکنم تا پایان این نوبت از یاد خدا را همراهی بفرمایید. یاد خدایی که همچنان مشرف هست در حرم با صفای امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد رمزی اوحدی، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بنده ارادت خودم رو به جناب عالی دوستانمون و همه بینندگان محترم تقدیم میکنم و برای همه شما سلامتی از خدای بزرگ میطلبم. زنده باشید. ما برای شما خیلی ممنونم که بازم قدم رنجه کردین و قبول زحمت. ما سراپا گوشیم تا بازم از جهاد برامون بگین و از نکته ها و موضوعات که در جهاد هست از نگاه قرآن و امیرالمومنین. بله جناب قوامی، سابقه جهاد و جریان حق و باطل از قدیم الایام بوده. از زمان قابیل و حابیل شروع شده. تو آیه 146 سوره مبارکه آل عمران هم به این قدیمی بودن این جهاد و جنگ بین حق و باطل هم اشاره شده و که ای من نبی قاتل معه بیون کثیر. عده زیادی بودن که در گذشته تو این جریان حق و باطل جهاد کردن و این مسیر ادامه داره و جهاد هم فرقی نمیکنه که درونی باشه که در جلسه قبل گفتیم جهاد با اهل بغی، یعنی با کسایی که تو جامعه مسلمین اختلاف و درگیری درست میکنن، و جهاد با بیرون که کفار هستن، با داخلیا منافقین که امام علی رو به عنوان شاخص این رفتار سیاسی اجتماعی و نظامی تو جریان جنگ نهروان برای دوستان تو جلسه قبل تفصیلش رو گفتیم که با اهل بغی یعنی نهروانیات جنگید. نهروانیات همه مسلمان بودن و پینه بسته بودن و اهل تلاوت قرآن و اینا. و خلاصه این جنگ این چنینی بوده. امام علی علیه السلام در ارتباط با به اصطلاح جهاد یه نکته لطیفی از ایشون نقل شده که قیس غلام حضرت بوده. میگه که تو جنگ صفین بعد از اینکه نماز مغرب رو خوندیم کنار کوهی بودیم، دیدیم یک پیرمردی مجسم شد جلوی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کرد آقا. حضرت فرمودن بله. آقا اینایی که دارن با شما می جنگن اگر بدونن چه عذابی و چه بلایی به سر خودشون دارن در میارن هر آینه دست از جنگ میکشیدن. و اینایی که در کنار شما دارن جهاد میکنن اگر میدونستن چه پاداش و جزایی منتظر اینا هست حاضر بودن که بند وجودشون و گوشت تنشون رو با قیچی تکه تکه کنن، اون پاداشایی که به جهادگر قراره بدن. پس ببینید این جایگاه بلند جهاد. در قرآن کریم 4 نوع جهاد مطرحه. یکی جهاد با نفسمونه که در سوره شمس اومده. یکی جهاد با مال، مکررم در قرآن اومده، جاهدوا فی سبیل الله به اموال و انفس. تازه اموال اوله. بله اموال انفس. 2-3 مورد هست که اول انفسه ولی بقیه بیشتر جاها من یه بار نگاه کردم اموال. بله. هم خیلی نکته قابل تأمل. یه بار بررسی میکردم دیدم 2 مورد یا 3 مورد بحث انفس اول، مال بعده، ولی تقریبا در 12 تاش اموال اول اومده. یکی جهاد با ماله، یکی جهاد با جانه که خب میرن جبهه شهید. یکی دیگه جهاد تبیین و تبلیغه که این خیلی اهمیت داره. تو قرآن هم آیه داریم برای جهاد تبیین و تبلیغ. آیه 52 سوره مبارکه فرقان خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جهاد کن جهادن کبیرا، یعنی جهاد خیلی بزرگ.
جناب آقای قوامی، چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شده، همه آقایون مفسرین میگن، شیعه و سنی میگن منظور تبلیغ و جهاد تبلیغی و جهاد تبیینه و صفت کبیر داده، یعنی از اون جهادهای دیگه مهمتره. چرا؟ چون اگر این نباشه شما مالتو نمیدی، تبیین میکنی، مردم رغبت پیدا میکنن. وقتی شما تبلیغ بکنی مردم میرن جبهه. وقتی شما تبلیغ کنی، توضیح بدی، طرف میفهمه جهاد با نفس یعنی چی. و اینا رو نگی که اونا شکل نمیگیره. بله. پس زیر شاخه اصلی چیه؟ جهاد تبیینه. تو تمام اون سه تا جهاد دیگه ریشه به جهاد تبلیغی برمیگرده. و این آیه 52 سوره مبارکه فرقان چرا بحث جهادن کبیرا رو ما اینجا میگیم جهاد تبلیغیه؟ چون سوره فرقان تو مکه نازل شده. پیغمبر در مکه نیروی نظامی نداشته که بخواد جنگ نظامی بکنه. پیغمبر تو مکه چیکار میکرده؟ تبلیغ میکرد. پس ما در ارتباط با جهاد تبلیغی تو قرآن آیه داریم و با صفت کبیرا اومده، یعنی خیلی بزرگ. حالا اگر جهاد تبلیغی و تبیینی نباشه، اون جهاد با نفس پیش نمیاد، جهاد تو میدانم پیش نمیاد، جهاد با مالم پیش نمیاد. حالا جهاد بابی از بابهای بهشته که برای اون کسی که جهاد میکنه اون در مخصوصیه، یعنی عزت ابدی. این نکته اول امام علی میفرماید. نکته دوم اینه که تو همین جامعه ای که ما داریم الان زندگی میکنیم، اگر ما در دنیای امروز همین الان یا تاریخ چند سال قبل، چند صد سال قبلمون نگاه بکنیم، هر کجا که آیین مراجع تقلید اومدن وسط جهاد دفاعی رو فتوا دادن، جامعه مسلمین نجات پیدا کرد از شر ظالما. 1911 قاصد محمد کاظم یزدی صاحب کتاب اروة الوثقی که یک کتاب فقهی است، ایشون هم از استوانه‌های علم فقاهت بودن. بله البته ایشون کتابای دیگه هم داره، ولی اروة الوثقی شو دیگه همه آقایون طلبه میشناسن و مرحوم شیخ عباس قمی هم چند جلدش رو ترجمه کردن. حالا کاری ندارم. مرحوم قاصد محمد کاظم یزدی 1911 میلادی فتوای مقابله با نیروهای نظامی ایتالیایی رو داد. چرا؟ چون ایتالیا حمله کرد به سرزمین لیبی رو نجات داد. آقا جهاد اینه، حریم جامعه حفظ میشه، هتک نمیشه. حالا برمیگردیم به این فرمایش مولا علی صلوات الله علیه. آقا اگر جامعه مسلمین جهاد درش نباشه، شما باید آماده این باشی که لباس خاری و مذلت و بیچارگی رو تن کنی. دوباره انگلیس حمله کرد، همین عراق فعلی. بله. قاصد محمد تقی شیرازی فتوای جهاد داد. چند تا از آقایون مراجع تقلید اسلحه دست گرفتن رفتن. بله خودشون فرزندان. بله. مرحوم آقای عراقی، نه مرحوم شیخ محمد علی عراقی، یا آقای دیگه بودن از علمای عراق که تفسیری دارن که این تفسیرشون رو تو میدون جنگ نوشتن. یعنی در این حال که داشتن جهاد میکردن جلوی حمله انگلیس به عراق رو بگیرن. خب حالا اگر اینا اتفاق نمیافتاد، الان چی میشد جامعه مسلم؟ عتبات چی میشد؟ جناب آیت الله سیستانی تو جریان حوادث داعش اگر فتوا نمیدادن، داعش چه میکرد؟ چی کار میکرد؟ خب ما اینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم به یه نکته دارم عرض میکنم، شما زمان پیش تو بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن که اگر ما تن به جهاد ندیم، جهاد با مال و دارایی، جهاد با جانهامون و جهاد تبیین، وقت باید تن به ذلت و خاری بدیم و مصادیقش هم فرمودن اینها. این نکته به ذهنم میاد، به نظرم میاد که حالا جهاد که شیوه های مختلفی داره، نظامی، جهاد اقتصادی، جهاد تبیین و اینها که فرمودین، بر حسب زمان، شرایط، اقتضاعات، محدودیت های هر فرد انتخاب میشه ظاهرا. مثلا مثال میخوام بزنم، در شرایط بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، اون چه که موضوعیت داره از بین این جهادها، جهاد تبیینه که پرچمدارش میشه حضرت زهرا. بله همینطور. درسته؟ بله. که اونجا میبینن که خب باید ورود بکنن، تبیین بکنن، آگاه سازی بکنن تا اون بقی خیلی
نخواد جون بگیره تا پایه های اسلام عزیز ورود میکنن. حالا اینجا هم تو دور زمانه فعلی ما بر حسب شرایط، زمان، مکان، محدودیت ها، انسان ها، جایگاه ها، زن بودن، مرد بودن، این انواع جهاد تقسیم میشه ظاهرا. یه کسی هست تو فضای رسانه خب تو فعالیت داره، اصلا امکان حضور در میدان نبرد نداره، خب یه کسی میاد جهاد مالی میکنه، یه کسی میبینه تریبون داره، آقا فرمودن آقا کسی که تریبون داری میتونی. اینجا فرضه، اصلا جهاد مگه واجب نیست؟ برای بعضی مثلا میگه آقا مثلا ما حالا از شنبه، آقا فرضه، مثل نمازه، غیر از اینه مثل روزه است، شما باید ورود بکنی. بله همینطوره. لذا جاهل سیاسی اینجا شکل میگیره. ببینید این جهاد تبیین اینجاست. اصلا دیگه نیازی به توپ و تانک هم خیلی نیست، خیلی لذا راحت. اینکه کی پشت این سلاح نشسته مهمه، چه تفکری. آره این جنگ نرمی که آقا سالهاست گفتن به ادبیات مختلف و در مقابله با اون استفاده از جهاد تبیین، اینجا موضوعیت. فاجعه بارترش رو بگم، تو جریان جنگ جمل امام علی علیه السلام لای کشته ها داشت راه میرفت. 13,000 نفر از سپاه مقابل کشته شد، 5,000 نفر هم از یاران امام علی. امام علی لای کشته ها راه میرفت، دید پسر مقداد جز سپاه جملیاس و کشته شد. حضرت فرمودن اگر پدر این زنده بود کار این پسر به اینجا نمیرسید. یعنی اون پدر اگر بود راهنماییش میکرد. آره. یعنی ببینید ما مشکل داریم تو بیان. متاسفانه ما تو بخش بیان عبرت‌های تاریخی، نشانه‌گذاری‌های تاریخ سیاسی اسلام خیلی نکات برجسته‌ای داریم که امروز به کار ما میاد. حالا خب کمتر هم بهش اشاره میشه. حالا اینجا بحث به جریان جنگ جمل کشیده شد، باید دوستان این کتاب رو به عنوان یک نشانه خوبی معرفی بکنم. این کتاب رو به نام اخبار جمل نوشته ابی مخنف. ابی مخنف سال 157 از دنیا رفته، 157 قمری. البته یه کتابی هم جناب شیخ مفید داره به نام جمل. این کتاب تقریبا 30-40 سال پیدا شده. یه مقداری هم انتسابش مرددن بعضیا که به جناب شیخ مفید برمیگرده، یعنی علی حالا هر دو تا کتاب خوبیه. ابی مخنف که یکی از مشاهیر در حوزه بله مال جناب شیخ مفید رو عرض کردم. برای همین ما بایستی تو جریان سازی های سیاسی به این نکته توجه داشته باشیم و چشممونم دنبال ولی امر باشه. یه داستان خیلی زیبایی از جناب مالک اشتر هست تو جریان جنگ صفین. مالک اشتر داشت می جنگید. یه لحظه نگاه کرد دید امام علی نیست، خیلی ناراحت و دلواپس شد. به غلامش برگشت گفت برو امام علی رو پیدا کن، اگه پیداش کنی تو رو آزادت میکنم. اینم رفت گشت و اومد گفت امام علی فلان نقطه وسط لشکر داره می جنگه. بعد مالک اشتر رسید به امام علی. امام علی ازش پرسید که مالک چی شده، چرا رنگت پریده؟ ابراهیم شهید شده؟ یعنی پسرت شهید شده؟ گفت نه آقا شما رو گم کردم. چشمش دنبال ولیشه. ما تو جامعه امروز نیاز به رهبر داریم، اطاعت از رهبر که تو جلسات قبل گفتیم. مالک اشتر امام علی رو تو جنگ یه لحظه گم کرد، رنگش پرید به حدی که امام علی گفت پسرت شهید شده؟ گفت نه آقا شما رو گمت کرد. ببین چه حالی تو صورتش چه حالی بوده که امام علی فرمود پسرت؟ نه شما رو گم کرد. شما رو گم کردم. بعضی از ما هم امام زمان رو گم کردیم، ولی امر خودمونم گم کردیم. دنبال یه عده تو جامعه سیاسی امروز خودمون افتادیم که اینا سابقهشون سابقه واقعا منحتیه. یعنی ما میبینیم اینا خیرخواه ملت نیستن، دیدیم به ملت رحم نکردن. لذا اگر کسی هوشیاری سیاسی نداشته باشه تمام ظرفیتاش از بین میره. ببینید علمش، مالش، جانش رو جایی خرج میکنه جناب قوامی که نباید خرج کنه، تو جریان باطل داره خرج میکنه. و ما به این میگیم جاهل سیاسی. جاهل سیاسی یعنی چی؟ جاهل سیاسی یعنی نمیتونه حق رو تشخیص بده، بعد اون موقع میره تمام ظرفیت‌های خودش رو در اختیار جریان باطل قرار میده، خودش رو میچسبونه به فلان بافت سیاسی. خب تو یه عمر دنبال یه جریان سیاسی بودی که بعدها یا متوجه میشی یا متوجه نمیشی. خسارت دنیا و آخره. چرا گم کردی امامت رو؟ چرا مثل مالک که گفت آقا من شما رو گمت کردم،
رهبر و پیشوای خودت رو گم کردی. جناب قهرمان ملیمون آقای شهید سلیمانی به ما چه پیغام داد؟ رضوان الله گفت آقا گوشتون به دهن رهبری باشه. حضرت آیت الله حسن زاده آملی با اون همه تألیفات و مکاشفات جمله رو فرمود، گفته گوشتون به دهن ایشون باشه. چون که ایشان گوششون به دهان امام زمان. اینا دیگه مورد وثوق ما هن دیگه. بله دیگه ما به اینا که نمیتونیم شک بکنیم که یک عمر منزه و زیبا زندگی کردن، به شما هم دارن توجه میدن که آقا کجا برو، نری تمام ظرفیتات میشه باطل. لذا اونایی که تو جنگ جمل اومدن بعد از این که کشته شدن، امام علی به جنازه هاشون نماز خوند چون مسلمان جاهل بود. اما حضرت امیر صلوات الله علیه به کشته های صفین مال دشمن نماز نخوند. خب حالا من هوشیاری سیاسی ندارم. اول نهج البلاغه ترجیبند کلمات امام علیه السلام، همون 30-40 تا خطبه اول، رکن گفتاری حضرت مولا امیرالمومنین، ترجیبند کلمات امیرالمومنین حول همینه که آقا شما آدمایی هستید که بگو جاهل سیاسی هستید، هر چقدر من به شما میگم تکون نمیخورید. حضرت شروع میکنه برای اینا جهاد تبیین که اینا رو از جهل سیاسیشون خارج کنه که آقا شما چرا انقدر بی‌تفاوتید، چرا انقدر نسبت به مسائل سیاسی اجتماعیتون